بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا بقیت الله. عمر این نوکر به پای روزه و غم رفته است. آقا جان، عمر این نوکر به پای روزه و غم رفته است. چشم خشکم را بخر، پابوس زمزم رفته است. در مقام روزه گریه می کنی هر صبح و شام، مثل زهرا ناله‌ات تا عرش اعظم رفته است. زخمها خوردم ولی شلاق هجران بدتر است. زخمها خوردم ولی شلاق هجران بدتر است. من به خود تا آمدم دیدم محرم رفته است. آی مردم، آی مردم، حسرتش را می‌خورد روز جزا. آن که در دنیا طواف کربلا کم رفته است. زود جانم را بگیر و اربعینم را بده. جان من بی اربعین فوراً به یک دم رفته است. در پی آن نیزه داری که کمی سر به هواست. در پی آن نیزه داری که کمی سر به هواست. کربلا تا شام زهرا با قد خم رفته است. صلی الله علیک یا ساکن کربلا. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. سلام مردم، سلام هم نفسای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشید. ماه عزای سید الشهدا محرم الحرام تمام شد. امیدوارم همه سوگواری ها و عرض ارادت ها و محبت هاتون مورد قبول صاحب عزا و ماتم از حجت ارواحنا له الفدا قرار گرفته باشه. امشب شب اول ماه صفر المظفر هست. شب و روز اول ماه صفر طبق نقل تاریخ برای ما یادآور اتفاقات تلخ و خیلی اندوهباری هستش مردم. زمانی هستش که کاروان اسرا که در برگیرنده خانواده امام حسین علیه السلام هستند پشت دروازه شام نگه داشته شدند برای اینکه مردم مهیا بشن برای جشن و سرور و پایکوبی. اینقدر سخت بوده برای خاندان آل الله علیهم صلوات الله که بعدها از امام چهارم میپرسن کجا تو سفر کربلا برای شما خیلی سخت بود. 3 بار میفرمایند الشام الشام الشام. اینها موضوع بحث ماست، بحث حقیر و متخصص و بلد راهمون که امشب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسم هستن که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدین. عرض تسلیم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و عرض تسلیت به مناسبت این ایام، آرزوی قبولی عزاداری هاشون و انشالله خدای متعال ما رو قدردان این مجاهدت ها و این تلاش ها و این خون دل هایی که اهل بیت خوردند تا اسلام به دست ما برسه قرار بدهد. و این ماجرای اسارت که شما اشاره کردی یکی از داغها بر دل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست که ناموس خدا، کسانی مثل حضرت زینب سلام الله علیها که در مدینه قامت ایشون و نامحرمی ندیده بود، وقتی به زیارت حرم مطهر پیغمبر میخواست مشرف بشه
امیرالمؤمنین و حسنین ایشون را احاطه می‌کردند. چنین بانویی که مایه فخر اهل بیت عصمت و طهارت است و مایه افتخار اصحاب کساست، باید سوار بر مرکب اسارت بشود، رخت اسارت به تن کند و وارد مجلس یزید، مجلس شراب، مجلس جرثومه فساد بشود. من این مناسبت رو و این مصیبت رو خدمت حضرت ولی عصر ارواح له الفدا تسلیت عرض میکنم و همچنین خدمت همه بینندگان و دلدادگان اون حضرت. انشاءالله که ما یادمون نره که برای اینکه این مکتب و این پرچم به دست ما برسه چه خون دلها بله خورده شده و چه مجاهدت هایی به یادگار گذاشته شده. همینطوره. خیلی ممنونم. عرضم به حضور شما که ما حالا میخوایم بپردازیم به همین فرازهایی که شما فرمودید، ورود بکنیم ببینیم ماجرا از چه قرار بوده و چه اتفاقاتی افتاده و نتیجه چی شده. منتها قبل از اون امشب شب اول ماه صفر هم هست دیگه. یه قدری راجع به خود ماه صفر میخواین صحبت بکنین اول؟ بله. خب در روایات ما راجع به نحوست ماه صفر مطالبی گفته شده که این ماه رو نحس دانسته. منتها باید بدونیم نحوست ایام وابسته به اعمالی است که در اون ایام رخ میدهد. در قرآن داره که فی یوم نحس مستمر، اون روزی که یه قومی عذاب شدن خدا اون روز نحسی میدونه چون عذاب الهی اومده. این ماه صفر شاید از این جهت که اسرای آل الله وارد شام شدن و این صحنه‌های ناگوار به وقوع پیوست، از این جهت نحوست داره. اما اگر کسی در همین ماه عزاداری کنه بر اهل بیت علیهم السلام و این حادثه ناگوار مایه تأثیر او بشود، اونجا نحوستی شامل او نخواهد شد. او اتفاقاً بهره ها میبره از این عزاداری که برای اهل بیت علیهم السلام داره. در این حال دعایی وارد شده برای ماه صفر که فرمودن در هر روز ماه صفر این دعا رو بخوانید. بعضی از علما خیلی روی این دعا تأکید داشتند. من یادم نمیره، خدا رحمتش کنه، رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی در ماه صفر هر کجا ایشون سخنرانی داشت در ابتدای سخنرانی این دعا رو میخوندن که یا شدید القوا و یا شدید المحال یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز ظلت بعظمتک جمیع خلقک فکفنی شر خلقک یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفضل یا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ترجمه این دعا را عرض میکنم: ای خدایی که قدرتمند هستی و ای خدایی که عذاب تو عذاب سختی است، ای خدای شکست ناپذیر. 3 مرتبه این جمله تکرار میشه: یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز. ذلت به عظمتک جمیع خلقک، خدایا همه مخلوقاتت در برابر عظمت تو خاضع و خاشعند و رام هستند. فکفنی شر خلقک، پس بنابراین هیچ یک از مخلوقات تو نمیتواند خارج از چارچوب اذن تو و اراده تو به من بدی برسونه. پس تو میتونی بدی مخلوقاتت رو از من دور کنی. هیچی تو این عالم نمیتونه بدون اذن الهی کاری انجام بده. خدایا شر مخلوقات تو از من برطرف کن. بعد میگیم خدا رو با چند تا صفت خطاب قرار میدیم: یا محسن، ای خدایی که اهل احسانی، کارهای نیکو و زیبا انجام میدی. یا مجمل، که از جمال هست، محسن از حسن که حالا نیکویی ظاهره، مجمل از جمال که زیبایی ظاهره. یا منعم، ای خدایی که نعمت میدی به مخلوقاتت. یا مفضل، ای خدایی که فضل و رحمت تو شامل آل بندگانت میشه.
یا لا اله الا انت، ای خدایی که جز تو معبودی نیست، سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا تو منزهی، اگر عیب و ایرادی هست از ناحیه من است. اینجا این دعا اشاره داره به اون آیه نورانی سوره انبیا که مربوط به حضرت یونس هست. در شکم ماهی و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات، در تاریکی های شکم ماهی ندا داد که لا اله الا انت، خدایا من بد کردم، خدای تو بدی ازت سر نمیزنه. اینجا میفرماد فاستجبنا له و نجیناه من الغم، چون اقرار کرد به اشتباهش، اقرار کرد به اینکه ایراد از ناحیه او هست، ما هم دعاشو مستجاب کردیم، او را از غم و غصه نجات دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم همینجوری نجات میدیم. من همینجوری اشاره بکنم که این دعا در ماه صفر چی میخواد بگه. ببینید ماه صفر ماهی است که اهل بیت عصمت و طهارت به شکل بدی مورد توهین قرار گرفتن. آیا این اتفاقاتی که رخ داد خارج از اراده خدا بود؟ این دعا میگه نه، همه چی در چارچوب اراده حضرت حقه. اما اگر مردم امت مبتلا میشن به اینکه امامشون از دست میدن، خودشون مقصرن. اینجا داره به ما یاد میده که بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن میگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی به شما میرسه خودتون مقصرید. امام حسین از دست میرود، به شهادت میرسد، به اون وضع فجیع. کی مقصره؟ امت مقصره. امتی که قدردان امامش نیست، امام رو از دست میده. همینطوره. پیام این فقره و این دعا به نظر من اینه که باید قدردان نعمت‌های الهی بود، ولی خدا نعمت رو از ما خواهد گرفت. ما نعمت سلامتی داریم، قدردان باش، ولی خدا ازت میگیره. نعمت جوانی، قدردان باش. نعمت نظام اسلامی، قدردان باش، ولی خدا ازت میگیره. نعمت رهبری معظم که این رهبر در کل جهان محبوب هست، حتی دشمنانش به دیده عظمت به اون نگاه میکنن. قدردان نباشی، خدا از شما میگیره. پس بنابراین این دعا میخواد به ما این نکته رو آموزش بدهد که اگر این بلا در این ماه بر سر امت اسلام آمد، حالا به زعم بنده اگر این بلا بر سر امت اسلام آمد، علتش این بود که امت اسلام قدردان نبود. وقتی قدردان نباشی، خدا نعمتش رو از تو خواهد. وقت اینجا امام حسین علیه السلام نیست که ضرر میکند. امام حسین که به جوار رحمت الهی پیوست. شما ضرر کردید با از دست دادن چنین دردانه‌ای که در بینتون. داشتم فکر کردم هنوز ما حداقل مسلمان‌ها یاد نگرفتیم انگار که قدردان باشیم، که امام زمانمون هنوز نیامده، که انگار که کلید حل این مشکل غیبت اینه که ما به اون بلوغ در واقع قدردانی، امام باوری، امام یاوری برسیم و بعد دیگه امام زمان بیاد. چون اگه به اونجا نرسیم امام زمان بیاد، خب همون اتفاقاتی که قراره امامان قبلی بیفته. پس از این حیث خیلی مطلب مهم و حیاتیه. خدا خیرتون بده. سلام. ما یه فاصله بگیریم، برگردیم، بعد بپردازیم به موضوع شام و این. بفرمایید. خواهش می‌کنم. کسی گریه نداره قصه نخوره، هیچ طوریش نیست. من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنت، چیکار کنم؟ عظمت ابی عبدالله اینه، کسی که برای او گریه کنه، کسی که مردم رو برای او بگریونه، کسی که خودشون شکل گریه کنا داره، سرشو میندازه پایین، دستشو میذاره رو پیشونیش، تو دلش هم میگه خدایا چیکار کنم، گریه ندارم. امام صادق میگه همون جوری باش، وجبت له الجنه، باشه به شکل گریه کنا داره. آی حسین گفتم بیشین بغل گریه کن، قصه بخور برای حسین ما، قصه حسین ما، قصه بخور، آه بکش. خیلی ممنونم که همراه هستید. امیدوارم که دعای زیبایی که آقای جواد القاسم قرائت کردن که مربوط به روزهای ماه صفر هست در حق هممون به اجابت برسه. اگر موافق باشین بریم بپردازیم به وقایعی که سال 61 هجری در چنین
ایام و لحظاتی رخ داده. من شنیدم 3 روز پشت دروازه ساعت نگه داشتن پاپا. اینجوری بوده واقعا؟ تو نقل ها هست که 3 روز نگه داشتن تا مردم شام آماده بشن. عجب. و آذین بندی بکنن شهر رو، پرده های زیبایی به در شهر آویزون. حالا قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم یه اشاره‌ای داشته باشم که حالا بعضی از محققین تاریخ معتقدن ورود اسرا به کربلا بعد از ماه صفر بوده. و میگن این فاصله از مدینه تا از کربلا شام زمان زیادی بوده. اونها در کوفه مدتی زندانی بودن، بعد از کوفه حرکت کردن، چون عبیدالله نامه نوشت به یزید که چیکار کنه. یزید جواب داد تا این نامه بره و جواب برگرده و بعد اینو حرکت بدن. اما حالا در هر صورت این ایام اسارته. این رو من میخوام تذکر بدم، یا که بیننده اهل تاریخی ممکنه بگه آقا این مطلب اختلافیه که این ایام وارد شام شدن یا نه. میگم درسته این مطلب، بالاخره که وارد شده، ولی اینکه این ایام اسیر بودن که اختلافی نیست. ایام اسارت آل الله، و اینکه بالاخره هم وارد شدن. ها بفرمایید 10 روز دیرتر شد. مسئله مهم اینه که وقتی اهل بیت وارد شام شدن، که حالا من صحنه‌هایی از اون حادثه رقتبار رو آخر عرایزم خواهم گفت. این شخصی به نام ابراهیم ابن طلحه، پسر همون طلحه معروف که در جنگ جمل مقابل امیرالمومنین ایستاد، آمد خدمت امام سجاد علیه السلام و خب اینا خیلی به اهل بیت ارادتی نداشتن، با تعریض و کنایه و با لحن شماتت آمیز که خب بالاخره تو کربلا کی پیروز شد؟ میخواست بگه شما با این وضعیتی که الان، من معذرت بخوام از حضرت ولی است که این وضعیت رو ترسیم میکنم، قل و زنجیر برگردن و دستان امام سجاد علیه السلام، ریسمان به دست اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، سرهای مطهر شهدا روی نیزه. این صحنه رو هر کس ببینه میگه خب این جماعت تو جنگ شکست خورده. امام سجاد علیه السلام فرمود میخوای بدونی کی پیروز بوده؟ همون موقع نماز این اذان فرمود هنگام نماز اذان بگو و اقامه بگو، متوجه میشی که پیروزه معرکه بوده. اشاره به این که شما وقتی اذان میگه شهادت به وحدانیت خدا خواهی داد، شهادت به نبوت پیامبری خواهی داد که جد ماست، و ما اتفاقا هدفمون از این جهاد و از این قیام این بود که توحید رو و نبوت پیامبرمون رو در بین مردم حفظ کنیم و ازش حراست کنیم. چرا؟ چون یزید میخواست همین رو از بین ببره. معروفه که توی همین نقل ها هست وقتی وارد مجلس یزید شدن لعنت الله علیه، سر مطهر سید الشهدا رو مقابل خودش گذاشته بود، با چوب به لب و دندان امام حسین جسارت میکرد، یه اشعار رو میخون، میگفت ای کاش بودند اجداد من، اونایی که در بدر کشته شدن، که ببینن چطور من امروز پیروز شدم. بعد اونجا یه بیتی داره میگه لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یه اصلا ماجرای پیغمبر و اینها همش بازی قدرت بود. وحی کجاست؟ پیام آسمانی کجاست؟ پیغمبر میخواست حکومت بکنه بر ما، دین را ابزار قرار داد، وسیله قرار داد. این آدم خلیفه مسلمین بوده؟ این آدم خلیفه مسلمین بود. یعنی این میخواست اصلا اسلام رو بین ببره، داشت کلا ماجرای امامت و امت رو که پیغمبر پایه‌گذاری کرده به سلطنت و همون نظامات طاغوتی قبل از اسلام برمیگردوند. اصلا در شام سلطنت را انداخته بود و اگر پیروز میشد قطعا دیگه نامی از پیغمبر باقی نمیمان. الاسلام از سلام، اون که امام حسین فرمود همین بود که الاسلامی باید با اسلام خداحافظی کرد با وجود یزید. اما امام حسین کاری کرد که پیروز شد و این نام ماند و امروز شما میبینید که این نام در جهان طنین انداز است. بعد از 1400 سال، 1300 خورده سال ما الان نشستیم، انگار این حادثه همین دیروز بوده، انگار همین امروزه و اینطور داریم برای اهل بیت علیهم السلام میسوزیم. حالا ما که البته عددی نیستیم، مردم رو شما نگاه بکنید در این پیاده روی 40 ببینید چه میکنن. میلیون ها نفر بعد از 1400 سال
بر سر و سینه میزنن که خیلی از اینها شاید تو همون ایام پدرشون مادرشون هم به رحمت خدا رفته باشه، این کارو نمیکنن که برای امام حسین بعد از 1400 سال میکنن. این پیروزی جبهه حق، این پیروزی امام سجاد، اون پیروزی که حضرت بهش اشاره میکنه اینه. شاید اون زمان هم اون نادانی که جسارت کرد به حضرت متوجه نبود که عمق این پیروزی تا کجاست، اما امروز ما میبینیم بعد از 1400 سال. خب حالا من اشاره بکنم به بخشایی از واقعی تاریخی. شخصی هست به نام سهل ساعدی که ایشون از اصحاب پیغمبر گرامی اسلام هست. این میگه که در راه بیت المقدس بودم، به شام رسیدم، دیدم یه شهری، شهر بسیار زیبا، درختها، جویبارهای فراوان و در و دیوارش دیدم خیلی زیبا آذین بستند. مردم خیلی شادن، سرگرمن و نوازنده ها دارن می نوازن، دف در دست دارن، طبل دارن میزنن. میگه من با خودم گفتم شاید اینها یه عیدی دارن که ما از این عید بیخبریم، شاید یه عید محلی، یه جشن محلیه. تو این فکرها بودم، دیدم یه جمعی از مردم دمشق دارن صحبت میکنن با هم و به من نزدیک شد. من ازشون سوال کردم که آیا شما عیدی دارید که ما خبر از اون عید نداریم؟ گفتن پیرمرد تو به نظر میرسه غریبی، مال اینجا نیستی. گفت بله من غریبم، ولی خب من از صحابه پیغمبرم، سهل ساعدی ام، از پیغمبر روایاتی نقل کردم، من پیغمبر خدا رو دیدم. خیلی براشون جالب بود که آره این شخص از صحابه پیغمبر هست. گفتن که آقای سهل ساعدی شما متعجب نیستی که چرا از آسمان خون نمیبارد؟ خب چطور مگه؟ چرا باید از آسمان خون بباره؟ گفتن آقای سهل این جشنی که میبینی مردم شام گرفتن، اینها منتظر سر حسین ابن علی نوه پیغمبر گرامی اسلام هستند. سر او رو دارن از عراق برای یزید به عنوان هدیه میارن. سهل ساعدی میگه خیلی تعجب کردم، گفتم عجب، پسر پیغمبر رو کشتن حالا دارن جشن میگیرن. میگه سوال کردم از کدام دروازه اینا رو میارن؟ اونا جواب دادن که از دروازه ساعات که یکی از دروازه های معروف شام هست. میگه که هنوز صحبت من با اینها تمام نشده و دیدم پرچم ها یکی یکی داره میرسه. نگاه کردم دیدم که بر روی یکی از این نیزه ها سری که شباهت بسیار زیادی به پیغمبر گرامی اسلام دارد. سر نورانی سید الشهدا علیه السلام است. بعد میگه دیدم که یه دختری سوار بر یک شتر برهنه بدون محمل هست. خودم رسوندم به اون دختر خانم، گفتم دختر خانم شما کی هستی؟ گفت من سکینه دختر امام حسین علیه السلام هستم. میگه بهش گفتم که آیا کاری از من ساخته هست؟ من سهل ساعدی ام، صحابه جد شما هستم. این دختر خانم فرمود که اگر ممکنه بگو این سرها رو از کنار مرکبها دور کنن تا مردم کمتر به ما خیره بشن و نگاه کنن. سهل ساعدی میگه من خودم رسوندم به اون کسی که این سر در دست او بود و نیزه رو به دست گرفته بود. گفتم من یه پولی بهت میدم، یه خواسته ای دارم، خواسته منو برآورده کن. واسه چیه؟ من خواستم اینه که این سر رو از کنار این مرکب هایی که بانوان سوارش هستن